سلام بیننده عزیز، در مهمانی ما حضور دارند اسفندیار غلاموف، هنرمند معروف تاجیک. شما در صحیفه خود سخنان لی تسینیون، یک دراز عمر چینی تبار را نشر نمودید که گفته است من کارهایی که میخواستم در دنیا انجام بدم انجام دادم. اگر آخر سالهای 90 را برای سینما و تئاتر مشکل بینامیم، پس زیاده از 30 سال عمر شما به دوره های رکود تئاتر و کینوی تاجیک رسید آمد. خب بله. در شما چنین فکری پیدا نشد که این سالها بخش بزرگی از فعالیت ایجادی شما را گرفتند؟ بله درست است. خیلی افسوس، متاسفانه میدونید بسیار سیناریوهای خوبی بود، روحشان شد. طاهر صابروف میخواستن این فیلم ها را بگیرن. یکی از آن فیلم ها تیمور ملیک که یک فیلمی از 2 قسم عبارت بود و اونجا من نقش داشتم و البته ببینید در این مدت خیلی طولانی از بسیار بسیار کارهای هم تئاتر هم کینو محروم شدم. گرچند در این مدت مثلا بلاروس فیلم مثلا دعوت کردند یا ترکمن فیلم یا ازبک فیلم یا ماس فیلم، ولی باز آن در تاجیک فیلم من هیچ کاری گفتن ممکن که نکردم. خیلی یک گفته شما که یک واقعه ناخوشی رخ داد که این فیلم برداری هم نشد و کارهای تئاتر هم گفتن ممکن که یک حالت رکود بود. به نظر شما تئاتر ما در برابر واقعه هایی که امروز در اطراف ما به وقوع میپیوندد میتواند همچون آینه باشد یا همچون آینه هست؟ درست است. میدونید تئاتر این آینه زندگی است. ما خیلی زیاد از اون قسمت هایی که ما در صحنه میبینیم حیاتی هستند، ولی کار تئاتر باز دیگر چیز است، دیگر چی طلب میکند. مثلا در حیات اگر که ما عادی صحبت میکنیم، ولی در صحنه از این معیار بیشتر باید بازی کنی تا به آخری زل رسانی فکر و صدای خودت. متاسفانه حالا البته جرأت میخواهد برای هم کارگردان و هم هنرمندا که اون حادثه های، اون واقعه های که ما در حیات میبینیم، اون کمبودی مثلا در زندگی میبینیم، باید جسورانه باید اون کمبودی خودمون باید اصلاح کنیم، گوییم از صحنه. مردم دائم از فرهنگیان با شیوه های گوناگون چیزی میخواهند. آیا شما این را عادلانه میپندارید که قشر فرهنگی ابیکت تصورها و خواهشهای مردم باشد؟ مثلا صحنه، کارمندای مثلا تئاتر، ما هیچ ممکن نیست که ما با آنچه که به لهجه های میشنویم که از رادیو با لهجه سرود میخوانند، یا حالا در دوشنبه اگر که ببینید اگر مثل یک قشلاق است. باور کنید آن زبان زیبای تاجیکی قریب که از بین رفته ایستاده است. وقتی که من باشون صحبت میکنم میگن که شما ایرانی می؟ از برای چی؟ برای که من یک کمی ادبی گپ میزنم. تئاتر لاهوتی رو از بین میبرند. البته جای دیگر میسازند برای این تئاتر، یعنی یک بینای محتشم دیگر، ولی در خارج کشور ما میبینیم که کوشش میکنن تئاترهای قدیمی خود را نگاه دارند. از بین رفتن تئاتر لاهوتی، یعنی از بین رفتن بینای حاضر تئاتر لاهوتی به شخص شما چه تأثیر میرساند؟ این خیلی دردناک است. میدونید در این تئاتر چه اشخاص بزرگی مثل محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، عطا محمد جانوف، محمود جان وایدوف و دیگر هنرمندای خیلی برجسته تاجیک
در این صحنه چقدر هنرنمایی کردن و از اون جمله ما جوان ها نیست اونقدر پیر نگویم باور کنید این صحنه خیلی برای ما عزیز است. چخیل که مثلا تئاتر مایاکوفسکی که من یک چند مدت اونجا کار میکردم، این بناهای تاریخی است، از بین بردن خیلی دردناک است. البته من مثلا تصور نمی کنم، گرچنده که حالا ما میبینیم در اون بنایی که تئاتر مایاکوفسکی بود یک خاکتوده، امروز من گذاشتم، دردناک بود نه شخصا برای من بلکه برای تمام هنرمندایی که یا کارگرایی که در اون تئاتر کار میکردن. 45 سال است که شما روی صحنه تئاتر هستید و در تئاتر و سینما نقش می آفرید، ولی تا حال به شما جایزه یا عنوان را روا ندیدن. این چیز رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من نمیدونم عزیزم، شاید لایق نبودم. این سوال باید از اونها باید پرسید. گرچند البته پیشنهاد شده بودم چندین مراتب در پرستو و بعد از اون تا حتی حجت‌های درست کرده بودن از در خوجند و آبیجان نظرف و من تا حتی گفتن که نه همین سال عنوان میگیرید. از بعد از سال 70 این جانب این حرفا هست، ولی سببش شاید آن باشد که پدر من ایرانی هستند، مادرم تاجیک و در پاسپورت من تاجیکم. وارد شدن به چنین نقش‌هایی که اصلا به شما مانندی ندارند و نقش آفریدن در آن تا چه حد برای شما مشکل است؟ خب بعضا یک شاه ظالم بازی میکردم، بعضا خب یک دزد یا اینکه یک فریبگر. خیلی نقش‌ها هر خیله هستند و اون خیلی جالب است برای هنرمند که مثلا یک کشف کردی مثلا در ساحه مسحکه، اگر اون نقش بازی میکنی با سعی و کوشش زیاد بیشتر و بیشتر میکنی که از عهده اون نقش برای همین است.